بیننده برنامه اخباری آزادی هستید. سلام. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان دوام 15 دقیقه در این برنامه نشر خواهد شد. سرخط خبرها از 12 نوامبر. در شهرهای تاجیکستان نیز لیمیت جاری شده است. بی‌برقی و خانه‌های سرد زندگی و کار ساکنان محله‌های دوشنبه را دشوار کرده است. گولک بیچاره نمیشه اولوش کبوچی دیگه قوجش موندیم پایین پشته. که با توپیچکا میچسبانیم که تحریم اتحادیه اروپا نسبت به 3 بانک تاجیکستان آغاز می شود. چرا بانک های تاجیکستان تحریم شدند و این چی پیامد دارد؟ گروهی از مادران سربازان کشته و مجروح شده در ارتش قزاقستان برای دادخواهی به نزد وزیر رفتند. دادستانی کلی تاجیکستان از کارمندانش در شهر و نواحی کشور خواسته است که محله به محله رفته با مردم درباره استفاده درست نیروی برق صحبت کنند. تلویزیون تاجیکستان روز 11 نوامبر از چند شهر و نواحی کشور از صحبت کارمندان دادستانی با ساکنان گزارش نشر کرد. سفربری کارمندان دادستانی برای صحبت با ساکنان در شب و روز است که انتقال نیروی برق و خانه ساکنان با محدودیت دسترس می شود. زرنگیز نوروزشاه و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند. خانه‌های سرد و ساعت‌ها محروم از برق، آمادگی به نصب بخاری و نگرانی از صحت بیماران و کودکان در بی‌برقی. این تصویر از یگان دهه و ناحیه دوردست تاجیکستان نیست. ساکنان بعضی از گوشه‌های شهر دوشنبه نیز این روزها همین حال را دارند. گلنوره میرزایова ساکن ناحیه سینای پایتخت در خانه بیمار و چند کودک خردسال دارد. او میگوید چند روز با ساعت‌ها برق ندارند و این حال آنها را دشوار می‌گرداند. نبود بچه‌ها دیگه شب یخ کردن همشون. حال پیچکومون وای نکردیم علاوه نیست. یک میمردی خیلی پسته نی. یگام ممکن پرابلمشون باشد میکشتن و همین 3 روز نداریم. بیمار فقط تلویزیون تماشا میکنه راستگه به تلویزیون زیق میشه. اگه خونکی دوقه و تاب میکنه یا نکی وایده نه. اگه به سویتی تلویزیون تماشا نکنه زیق میشه. آوازی گودک نمیفروشه. شادیگل برای نگاه و بین دخترش که چند روز پیش طفل به دنیا آورد به شهر دوشنبه آمده است. میگوید نوزاد را به خانه‌اش به کلاب نبرد که اذیت نکشد. در شهر کلاب به گفته او برق با لیمیت یا محدودیت داده می شود. ولی میگوید وای در دوشنبه هم وضع چندان بهتر نبوده است. گولک بیچاره نمیشه اولوش کبوچی دیگه قوجش موندیم پایین پشته. که با توپیچکا میچسبانیم که همین حالا در شهرم هم خیلی میشه. محله ارباب خاتون در حدود ناحیه سینا از مکانهای سیرحالی پایتخت است. اکثر ساکنانش میگویند در خانه هیزم و بخاری ندارند و یگانه وسیله گرم کردن خانه ها نیروی برق است. من دو اتاژ خانه دارم، جای پیچکمانی ندارم. خانه‌ام خنک. من گودک مایده دارم مثال. درومده نمیشود. میگم پدول دارم اوقات یک گرم کنم یا چی کنم سوید نیست. ادیالا قطعی پیچونده بعد چشته بیچاره گودک بعد درس میکنه. پیوسته خاموش شدن برق برخی را وادار کرده است که در فکر استفاده از بخاری بابایی شوند. بی‌برقی در محله ارباب خاتون که به حدود پایتخت داخل می شود به کار مکتب هم تاثیر کرده است. از وقت پیچکا نسازی. رادیاتور باید مونن گودکو میساز سیتای چلتای گودک کنده هر یک سیم خنک. نمیخرن آخه. تنها این محله نیست که در شهر دوشنبه روزانه ساکنانش ساعت‌ها به برق میمانند. مردم گوشه‌های دیگری پایتخت هم این شب و روز از محدود بودن برق شکایت می‌کنند. اکثریت میگویند از ساعت 8 صبح تا بگاه برق ندارند. لیمیت سر دادن رنگی دهات. قشنق یگم کمبودی نیست. با مراجعت بعضی از ساکنان در شبکه‌های برق محلی زیستشان گفتند سبب صدمه و یا تعمیر خط‌های برق است. یک کارمند اداره برق در دوشنبه به رادیو آزادی گفت در پایتخت و عموما در کشور اصلا محدودیت برق جاری نشده است ولی تعمیر برای آمادگی به فصل سرما ادامه دارد و قطع برق شاید به آن وابسته است. این در حالی است که ساکنان ناحیه‌های کشور میگویند هنوز از ماه سپتامبر با محدودیت برق میگیرند. برخی در شبانه روز همگی 6-7 ساعت برق دارند. بعضی دیگر از آن هم کمتر. شرکت برق تاجیک رسما جاری شدن محدودیت برق را اعلان نکرده است. سر از امروز ممکن است در معاملات 3 بانک تاجیکستان با مؤسسه و بانک‌های اتحادیه اروپا مشکلات پیش آید. چند پیش شورای اروپا اعلام کرد که معاملات شرکت‌های اروپایی با سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کامرس بانک
منع است، چون گویا با بانک‌های روسیه در گریز از تحریمات بین المللی کمک کردند. همکارم خیرامان بقازاده گزارش می‌دهد. از 12 نوامبر تحریم‌های شورای اروپا نسبت 3 بانک تجارتی تاجیکستان به اجرا می‌دراید. چاره‌های محدود کننده بروسل در قطار ده‌ها ساختار و تشکیلات از کشورهای خارجی نسبت دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان به خاطر کمکشان به روسیه که وضع را در اوکراین بثبات می‌کند تطبیق شدند. شرکت‌های تاجیکستانی به فهرست سیاه تحریم‌ها با آن اساس وارد کرده شدند که در عملیاتی از دیدگاه اتحاد اروپا ممنوع شده بانکی مساعدت کردند. یک ماده که به بانک‌های تاجیکستانی مربوط است میگوید همه تشکیلات و ساختارهای مالی که خدمات و پرداخت‌ها با کریپتو اسعار را فراهم می‌کنند به نوشته اتحاد اروپا مقصد تحریم‌ها را جداً ویران می‌کنند و با همین سبب معامله‌های بانکی با آنها منع می‌شود. دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان به درخواست رادیوی آزادی برای شرح این قرار پاسخ ندادند. تاجیکستان و این 3 بانک که به فکرم 20% امانت‌های ساکنان کشور را نگه می‌دارند بیشتر به روسیه و چین نگرانیده شدند تا به اروپا. مقصد تحریم‌ها این نیست که کار آنها را محدود کنند، آنها در داخل به کار خود ادامه می‌دهند و مشکل جدی پیش نمی‌آید. با باور کارشناس واستافسکی در اصل قرار تحریم شدن این یا آن ساختار به آسانی بیکار کردن نمی شود و همکاری نزدیک جانب تحریم شده را تقاضا می کند. همکاری مقامات به حکومت تاجیکستان با کمیسیون اروپا در تهیه یک سیاست بیشتر مرکزانیده شده در سطح حکومتی یا ملی به خاطر در آینده پیش آمدن چنین یک حالت به باور من همان چیزی است که کمیسیون اروپا با آن بیش از همه منفعت دارد. گپ فقط در بانک و کریپتو اسعار نیست، درباره تجارت و انتقال بارها توسط تاجیکستان هم هست. نشاندادهای انتقال بارهای شرکت‌های زیاد اروپایی به تاجیکستان یک بار بالا رفتند. سبب این که اول به تاجیکستان و از آنجا به روسیه می‌روند و کمیسیون اروپا از این خبر دارد. از این رو همکاری بیشتر مقامات و حکومت تاجیکستان برای رسیدگی به این مسئله کمک می‌کند. این کارشناس میگوید اروپایی‌ها بعد سال 2022 همه تحریم‌های ممکن را برای جزا دادن روسیه برای جنگ ادامه یابنده‌اش در اوکراین جاری کردند و اکنون نوبت کشورهای سوم و یاری رسانی مسکو رسیده است. از این خاطر فشار بالای آنها در آینده نزدیک تا رفت بیشتر خواهد شد. بیننده گرامی، گزارش کامل در این باره به زودی در وبسایت رادیو آزادی و در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. رو می‌آوریم به موضوع از یک کشور دیگر آسیای مرکزی. در آستانه گروهی از مادران سربازان فوتیده و مجروح در ارتش با طلب ملاقات روبرو با وزیر و تحقیق واقع بینانه مرگ و زخمی شدن پسرانشان در نزد بینای وزارت مدافعه قزاقستان جمع آمدند. طی 3 سال اخیر در ارتش قزاقستان 270 سرباز هلاک شدند و در این میان 86 نفر آنها دست به خودکشی زدند. گزارش تلویزیونی نستایش ورایمی را همکارم شهلوی گلخوجه تقدیم می‌کند. ده‌ها زن در قزاقستان که پسران سربازشان هنگام ادای خدمت حربی معیوب و یا کشته شدند با نشان اعتراض در نزد مرکز قبول شکایت شهروندان در شهر استانه جمع آمدند. این گروه مادران را قبل از رسیدنشان به استانه کارمندان پلیس با هر بهانه می‌خواستند بازداشت کنند. به ادعای این مادران مقامات قزاقستان نمی‌خواهند که حادثه‌های فاجعه‌بار در ارتش رسانه‌ای شود. از این رو از صحبت با خانواده‌های قربانیان با هر بهانه خودداری می‌کنند. پسری مرا کشتند، به منهش 2 تیر زدند. من خواهش نه بلکه طلب دارم، نه برای خودم بلکه از نام همه مادران. باید تفتیش عادلانه صورت گیرد، قاتلان باید زندانی کرده شوند. کارمندان پلیس خیلی زود به محل گردیمایی زنان حاضر شده به مادران گفتند که آنها قانون را ویران میکنند. من طلب میکنم که این جمع آمد قطع کرده شود. کارمندان حکومت چند دفعه این را به شما گفتند. این گردی همایی باید بس کرده شود. با وجود هشدارها این زنان برای ملاقات با وزیر مدافعه پایفشاری کردند. آنها طلب خود را درباره گذراندن اصلاحات کلی در ارتش و به طور آشکارا تحقیق کردن مواردهای کشته و یا معیوب شدن سربازان در میان گذاشتند. تا به کی ما این خیلی خروزار می شویم؟ تا به کی ما را به حقوق می کنند؟ این حکومت مردم را خسته کرده است. پس ما را بکشید. چرا ما این همه را طاقت میکنیم؟ چرا حقوق ما مادران حفظ کردن نمی شود؟
چرا فرزندان ما که به ارتش فرستاده شده اند در وقت خدمت خاروزار می شوند؟ در ساعت دوم گردی همایی نمایندگان وزارت مدافع قزاقستان به نزد اعتراضگران برآمدند. آنها به سوالها جواب نداده از اعتراضگران خواستند که به قبولگاه وزارت درآیند. اما در داخل از زنان طلب شده است که صحبت باید به اشتراک روزنامه‌نگاران گذرد، درخواستی که ناراضگی زنان را به میان آورد. پس از گفت و شنود طولانی بالاخره به روزنامه‌نگاران اجازه اشتراک در صحبت را دادند. یکی از خبرنگاران از معاون وزیر مدافع فهمیده است که گویا در قزاقستان کمیته مادران سربازان عمل می‌کرده است و با وزارت همکاری نزدیک داشته است. از همه عجیبش این است که هیچ یکی از والدانی که فرزندانشان خدمت کرده است یا که در ارتش ففتیده است یگان نماینده کمیته مادران سربازان را ندیده است. گذشته از این کمیته مذکور به حادثه های دهشتبار چون مرگ و زخمی شدن سربازان هیچ واکنش نشان نداده است. هرچند ملاقات مادران با مسئولان در شهر استانه بی‌نتیجه انجام یافت، اما آن ادامه پیدا کرد. شام همان روز 6 اشتراکدار گردی‌همایی بازداشت و به اداره پلیس برده شدند. نسبت به آنها سند ترتیب داده و جریمه بستند. دیرتر کاتب مطبوعاتی پرزیدنت قزاقستان روسلان جلدیبوی خبر داد که قاسم جومرت توقیف به داستانی کل دستور داده است مراجعت مادران سربازان ففتیده را بررسی و رعایت قانون را در جریان تحقیق حادثه های فاجعه بار در ارتش ارزیابی کند. در افغانستان که 3 نوامبر شاهد یک زمین‌لرزه مرگبار شد، مردم زیادی از دهات نزدیک به مرز تاجیکستان حالا نمیدونند کجا روند و چی کار کنند. در نتیجه این زمین‌لرزه که در تاجیکستان هم سخت احساس شد، فقط در نزدیکی شهر مزار شریف کمش 30 نفر کشته شدند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. آنچه که از خانه‌های ساکنان روستای مرمول در نزدیکی مزار شریف مانده است، اینجا را زمین لرزه روزی 3 نوامبر به خاک یکسان کرد. خانه‌های مردمی نادار و بینوا را که حالا نمیدانند چیکار کنند. آینده ما بخی نامعلوم است. به خاطر اینکه ما با کجا بریم، هیچ جایی هم نیست که از طرف دولت یا از کسی به ما وعده داده شده باشه که یعنی شما میتونین به اعمار بکنین و سکونت بکنین. در نتیجه زمین لرزه 6.3 درجه‌ای در نزدیکی شهر مزار شریف 27 نفر جان باختند. صدها خانه ویران شد. فلاکت هم زمان رخ داد که مردم در خواب بودند. نیمه شب زلزله بسیار شدید به وقوع پیوست که در جریان زلزله یعنی قسمی که شما مشاهده میکنین امی اولیای ما مکمل و طاقای ما زیر آوار رفت و هیچ چیز هم تا هنوز نتونستیم از زیر آوار بیرون بکنیم. به قول ساکنان روستای مرمول در این دهه دیگر امکان ادامه زندگی هم وجود ندارد. راه رفتن در اینجا خطرناک شده است. دیگه به یک قریه قابل نیست که زندگانی بکنه کسی. جای زندگانی هم نیستن، دیده راستی که در اینجا کس دیگه دوباره زندگانی نمیتونه. که مثلا ما شما خالی میگردیم ترس میخوریم که بسونه یک جا. هوای سرد روزهای اخیر احوال مردم آسیب دیده را بدتر و زندگیشان را تلختر کرده است. زمستان است، بسیار هوا سرد است. طفلای ما یک تعدادش میال از طرف شب بسیار تب شدید داره، به خاطر همین دوسته شب میشه بسیار سردی است، طفلا سرد شده. دیگه جایی بر رفتن نداریم، تمام حولی از بین رفت. حتی زمین ازی هم دیگه قابل استفاده نیست. این زمینی که چنان شما میبینین مکمل ترکیده و رفته. طالبان حاکم در افغانستان که خودشان سبب قطع کمک‌های بشری زیاد به کشور شدند، نتوانستند دست مردمی درمانده را بگیرند. از طرف دیگر به مشکلات زمین لرزه ماه اوگوست دست به گریبانند که هزاران نفر را در شرق افغانستان کشته و مجروح و بی‌خانه در کرد. افغانستان در برابر فلاکت‌های طبیعی سخت آسیب پذیر است. فقط زمین لرزه در اینجا سالانه 650 نفر را می‌کشد و 80 میلیون دلار ضرر می‌رساند. اخبار آزادی به پایان رسید، ولی تفصیلات و خبرهای نوی دیگر را شما هر وقت فرصت داشتید در سامانه آزادی.org و در صفحه‌های یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و تیک تاک و ایکس رادیو آزادی پیدا کنید. خبرها را از رادیو آزادی پیگیری کنید.